یوسف اکا جمو یوسف؟ کدام یوسف؟ یوسف قاتل؟ یوسف قاتل خاله بچم همان یوسف قاتل نیست یوسف قاتل نیست او قاتل است او قاتل کام نزن ابله آرام شو عبدی این بیچاره را به سوی فکر کردی ابله من تو را زنده نمیمونم چیکار میکنید میپرونید مگر پرونید این طور باشد ترسانشک نشوید خوش نشو تو ابله یوسف چیکار کردی دیگر ولی کار خوش نشو فهمیدی زورتون یا به بیچاره ها میرسد یا به کودک ها روبرویتون من که بر اومدم دست به سلاح میزنید از اولاد قرجانی ها بودنتون معلوم کنی جما رو تو کارت را کن چی نگاه میکنید؟ کنی هم از پس کار برید من این کار را همیخل نمیمونم من نمیگذارم که نام قرجانی ها پس شود خانم به خدایت خانم راه گلاب بیار خانم آقا میگم کار کنه خانم براشو میده ایستاده اید اینقدر غم رو نبرداشتند خدا جان خانمم رو از دست خوب است اوچه خوب است مال دستانش رو حضرت مادر اوچه با خود اوید اوچه حضرت مادر خوب است در اینجا هم اوچه نرفتم مال دستانش رو خلیل بچه جونی من التماس زیق نشوید دوتا جان دادم میآید زیق نشوید بچه جونی من زیق نشوید دوتا جان التماس دختر جان زیق نشوید شکر زیاد خدا جان شکر تو که خانمم به خود آمد و تو شکر باد یا ربی خدا جان به تو صدها بار شکر تو رو به ما برگرداندی تو در آشخانه کار نداشتی که ازبن کنی رو کارت را کن میلش آقا خوب است دوچه خلیل چه خیلی خوب باشم تو مرا حرمت نمی کنی به قفایت نگاه نکرده بر اومده می روی و من چه خیلی سلامت می شوم تمام اینها رو حضر فکر نکنید من در اینجایم کنی کمی دم گیرید نبیرم را گرفته بردنش نمی رسید که اکنون تو را کنده می برد از من چه خیلی دم گیرم آقا با چشمم خواب می درآید مگر هرگز وای مار آچه نکنید بس است دروغ می خلیل دروغ را شما گفته ایستاده اید آچه مریم نه کمی بهتر شدید خانم چه شد اپا؟ همین که خلیل آقا رفتنی شدن خانم بیهوش شد قریب که دیوان نمی شدیم آکا چی گپ شد؟ اوچه خوب هستید؟ اوچه خوبی؟ تو خوب نمایی خلیل دیگر شده ای تو کم چی شده است با تو یگان دختور یافتن در کار یگان کار کردن در کار آخیر برای اپای قاتل از مادرت روی میگردانی خلیل بس کن این به تو نمیزیبد با یوسفی سگ در قهوه خانه واخوردیم آبروی در دهه داشته اتون قریب کی نمانده از خلیلکه خلیل این خیل رفتار کنی از این بدتر هم می شود از این بدتر چی می شود؟ چی می شود آچه؟ تو کم چه خیل می نمایی یوسفم؟ نه آچه جان من خوبم شما خواطر نشوید خواطر نشده می شود بچم
یک به اپت می نگرم یک به تو. دلم ریش ریش می شود. مکتب چه لکه؟ الفاپا می اومد از به درس وجه ما گفت. یک دو بار اومده بود. آشتی شدی؟ همین خیلی نی یوسف. کاش که آشتی نمی شدیم. در بین ده یوسف گویان دلتاز میکند. اگر فکر کنم دیوانه نشوم. خیر شما در ناحیه چی کار میکردید از من؟ تو کی شده ای که از من حسابات میپرسی؟ با تو کی اجازه داد؟ علی چنگیز وقتای آخر به ناحیه بسیار میرفتگی شده است. آخر شاید از همین سبب. راست دادا چی هست در ناحیه که اینقدر بسیار میرفتگی شده؟ شما از من حسابات میپرسید؟ چی گفتمه؟ علی چنگیز و همه اینها تو گناهکار هستی. خودت بس نبودی؟ باز زن و بچم را با من دشمن کرده ایستاده ای. دادا نکنه. تو اول در بین کوچه یوسف گفته دویدن اطراف فرمودت دادا علی چنگیز بس آخر. مانید خاله مانید. به این همه دانند که مرا با زدن از فکرم برگردانده نمیتوانند. تو چی ها میگویی؟ چی ها میگویی؟ چرا از فکرت نمیگشته ای؟ درا از فکرم نمیگردد میگوید. شنیده؟ حالا هم از فکرش نمیگشته است. قبل داغو شما بازی نمیکنید. میل شمار تو رو من میایم. کنی عمر بیا. کنی عمر بازار روزا گذار. کنی جورا جان. اوچه دادم ماما جان. اپا ایستا شما رو نمیمونم. چرا یوسف؟ سردی مرو سردی او شوهرم است. سردی مرو. پدر پسرم مرو جیغ میزنه. سردی مرو. نمیتوانم. میدونم مرا گناهگار میکنید اما من به شما بدی نمیخواهم. آنهایم. از این در برآمده رفتنتون اجازه دهم باز به خونه آنها برمیگردید. این رو کرده نمیتوانم. و شما از این بیشتر ضرر دادنشون رو اجازه نمیدهم. خلیل اپا ایستید. بچه جونم دخترم. اپا بیایید. یوسف از مریم دست نمیکشم یوسف. او را بر میگردانم. زینهار به احساس داده نشو یوسف. شاید برای به غضب آوردن تو گپ‌های قبیح میزنند. سخن‌های تحقیرآمیز گفتنشان ممکن. و کارهای نکرده تو را تهمت میکنند. اما این کارهای حتما میشدگی نیستند. اما هیچ رخ نمیدهد گفتم نمیتوانم. خواطر نشوید سید بابا. از شما یاد گرفتگی هایم رو به تطبیق کردم کوشش میکنم. و باقی مانده اش خدا پادشاه. راحت سفید در امان خدا باش بچم. سلامت باشید سید بابا. رئیس همه اتروی دیار رو تو پشته چی؟
همه جا بوی گرفت. راه گذشتگی بوی ادیکلو شد. تو چی اینقدر کنجکاوی میکنی؟ تو کاری خودت کن. کنی درشی. مایلش. زودتر برادر. 20 ساعت چند شد. گرده کنی. مردم همه کار بار دارن. رئیس یک لحظه. باز یک مسافر است. تو چی کار میکنی در اینجا؟ کنی درو بیاشین. خوش آمدی. خوش باشی. از همین گیر هم حق من و هم حق آقایم را. ایست نمی شود. از اینجا گیر. ایمان دوغو لازم نیست. مگر ما انسان نیستیم؟ استغفرالله آقا. این خیل همه شود. کنی از اینجا گیر. خلیل پول گیریم. عیب نمی شود مگر. هیچ گپ نه. این فرصت را از دست ندی. قرجانی ها با آسانی پول نمی دهند به مردم. همیشه می گیرند. اما از این پس دیگر می شود انشاءالله. لازم شود قرجانی ها هم پول می دهند. این خیل آمد اما این خیل دوام نمی کند یوسف. خلیل باز نیست می. با نوحیه رفتنش رو دیدم. با ماشین راه. ساکینه چایم را بیار. حاضر میارم حزن مادر. خود دیوانه شده است. آبروی قرجانی ها را دو پوله میکند. درستش را خودت میدانی اپا. اما این کار را پیشگیری کردن لازم نیست مگر؟ پروا نکن. چاره اندیشیده ایستاده ایم حالا میبینی. اکنون من تنها نی. عبدی هم باید کارش را خوب داند. من هم همان دکان را گفتنی بودم. با دکان چی شده است؟ عبدی تو اکنون آقا هستی. پیشوای هم همان حساب میشوی. بابای دکانی خوردکک تیکه شدن به تو نمیزود. تو چی میگویی اپا؟ درست آقا. در دکان آقاگی می شود مگر؟ چه؟ کنی گپ زن به چی خلاصه آمدی؟ ما هم اکنون آدمان همین جا حساب میرویم. میگویم که دکان را پس از این علی با عهده گیرد. البته همش زیر نظارت آقایم میشود. هر وقتی که خواست دکانش را تفتیش میکند. لیکن علی هم کار را کم کم یاد گیرد. نغز نیست؟ درست میگوید آقا. علی هم باید کار را یاد گیرد. من که اکنون آقا شدم دیگر دکان بازی کردن نمیتوانم. به این هم خلیلکه هم نیستند. من خوجگی رو اداره میکنم. همین خیلی او چه؟ استاکنی در حال خلیل نیست نگوی. خلیل حالا زیر امتحان است. میگذرد یا میماند در یک جایگی میبینیم. مرحمت جناب. حل شد جناب مدیر. پولم تیار؟ جناب خلیل یک مشکلی است. چه خیلی مشکلی جناب مدیر؟ درو. جناب مدیر، من یوسف اکبش، معلم مکتب میانه دهه شلپینار. عریضه مقابل نوشته‌ام را آوردم. مرحمت. شخصا آمدنتان لازم نبود. با پشت میفرستادید میشد. اگر روبرو گپ زنیم شاید. روبرو گپ زنیم چی میشود؟ در اصل چقدر معلم خوب بودنتان را میفهمم و من ملایم رفتار میشوم. همین خیل. نه استغفرالله. شاید وضعیتم را بهتر فهمانده میتوانستم گفتم. وضعیتتان معلوم.
деҳаро бесоҳиб шумурда ҳар гуна одамҳоро ҷамъ кардеда дар мактаб. астағфируллоҳ ҷаноби мудир, ба мактаб касеро ҷо накардам. писарам, шоҳидҳо дидаанд шахсоне ки муаллим нестанд ҳамроҳи шумо ба дарс медароянд. ҳам либосҳояшон кимчи хел? ба либосҳояшон чӣ шудааст? либосҳояшон ба кор номутобиқ, агарчанде муаллим ҳам бошанд. масъала ҳамин. ман ба касе корҳои зидди қонунӣ ва ягон коре ки бархилофи қонун аст накардаам. як толиба ба дарс омаданро намехост, танҳо ӯ ба дарс биёяд гуфта то як муддат бо апааш ба синф омаданашро иҷозат додам. ҳамаи кор ҳамин. ташаккури зиёд. бо иҷозати шумо. ман муаллимам, қалавур нестам. ба волидайни талабаҳо ҳуқуқи инро пӯш, онро напӯш гуфтанро надорам. ту накунӣ, албатта нафаре пайдо мешавад ки аз уҳдаи ин кор барояд, ҷаноби Юсуф. ба хайр астему? ин сар инқадар дилнишин шудаӣ? бешӯхӣ мегӯед апа? ба Сокина ҳам маъқул мешуда бошам. ҷемо чӣ гуфтӣ? чӣ гуфтам ман? ҳеҷ чиз нагуфтам. чӣ мегуфтам ман? аз заҳонат Сокина баромад. шаҳрнадор бачем гӯй. ба сари ту ҳам меояд ин кор. Сокина духтари нағз, духтари зебо чаро нашавад, агар ягон монеа набошад? монеа? чӣ хел монеаоча? ягон монеа набудагист. наход бошад элифапа. яке Сокина маро нахоҳад. бачаи мо гирифтани Сокинаро кайҳо ба сараш ҷой кардааст. майлаш, гап мезанем бо падарак, ҳарчи лозим бошад мекунем. гуфтагӣ бар ин ба куҷо рафт падарак саҳарӣ барвақт? вай ба ноҳия рафт хола. ҳа, дуруст, ба ноҳия рафт. бозми? чӣ кор мекунад али Ҷенгиз дар ноҳия? чаро ин қадар зуд меравад? احوال بیمار چی خیلی است همشیره؟ شما کیش میشوید؟ از یک دهه رئیس دهه هستم، اما حالا ناراحت نکنم گفتم. حالت وزن رو پسی سر کرد، لیکن یگان سقورت اجتماعی ندارد. در بیمارخانه باز چقدر ایستاده میتواند نمیدانم. حتی مصرف‌های توال کرده شده رو نیز پرداخت نکرده است. چند پولی باشد من پرداخت میکنم. آدمگری نمرده است همشیره. با شما بسیار دعا میکنه جناب. بیایید این خیل باشد من به شما یاردم کنم. مایلش مرحمت رفتیم. میبخشید رستم میرزایف در کدام اتاقم؟ رئیس در اینجا چیکون کرده باشد یا توبه؟ با امینه خانم هرچی از دست ما میاد 5 گفته؟ خوش آمدی دخترم. آفرین آچه، بسیار خوب کردید. وی بیناموس را رها کرده کاری خوب کردید. چرا این خیل میگویی دخترم؟ اون بیچاره به روحش رود. ها، بیچاره، شما روی اصلی او را ندیدید. بینید؟ الله که مصطفی را مفتون کرده است. توبه چیا میگویی تو دخترم؟ از دکانمون آمده ایستادم. مصطفی از پشتی وی کثافت به من سخنی نگفته گشت نموند. به خانه خاله هم رفته است. یزنه هم ادبش را داده است. مصطفی باشد امینه را پرسیده ایستاده است. رود و با مصطفی زنگ زند چی؟ مصطفی باشد خدا نکند. با وسوسه شیطان گرفتار شده ای. کورین خیلی نمیشود دخترم. با وی به ناموس آدمگری نشان دادیم و چی شد؟ قدردانی کرد مگر؟ نه، ایستاده نمیتوانم. وی مصطفی گفته امینه را مییابد. این قدر که پرسید. او چه؟ چی گپ شد دخترم؟ با خیر است؟ این دختر با کدام پول در آمده رفته است؟
از ما یگان چیز ندزدیده این باشه. خیلی نگوی پول دادم پول رو هم نگرفت. مادامی که نگرفت به یگان چیز باور داشتگیست. تیلاهایم را برده است. آچه همینه تیلاهایم را برده است. با آقا در دکان ایستادن زیبنده است مگر؟ نمیزیبد عبدی اکا. عبدی آقا نمیزیبد عبدی آقا. از این رو دکان از این پس به علی گذشت. گیر کنید آقا بچه. هپ. به خاطر روزی اول با مردم یک خیر میکردگیستید. همه خینید آقا. عبدی آقا کنون آقا شدم الیف. دکان نیستم آقایم. آقا هم باشی دکان هم داشته باشی به من فرق ندارد. آدم شو. گیر الیف. بسیار پشیمان میشوی الیف. شکر باره از رفتنی تو پشیمان نشدم عبدی. نمیشوم هم. یوسف خطا فهمیدی. اگر میدونستی درباره تو چقدر چیزها رو خطا میفهمم. التماس بیا از نفسر نکنیم یوسف. یگان بار هم به یگان چیز سر نکرده ایم الیف. نتوانستیم. یوسف گوش کن مرا. التماس گوش کن مرا. یوسف التماس. با گوش کردن حاجتم نمون. میدیدگیم رو دیدم. خطا دیده. چرا همیشه من خطا میفهمم الیف؟ خطا میشنوم، خطا میبینم. تو چرا به این امکانیت میدهی؟ چرا تو از قرجانی ها دور نمیستی؟ زینب ناومد. یگان چورهاش رو میبینیم فاضل. اول با دست درایم. کنی زنگوله روزان. مایلش. بعد از تمام شدن درست صحبت کنیم مایلش. تو به درس نمیدروی الیف. یک چند وقت از مکتب دور ایستا. حتی نزدیک هم نشو. این خیلی درست‌تر می شود. ماشاءالله بسیار تیز صحت شدید. زنی با قوت بودایی. اگر حالا زنده باشم همش برای او. از دکتر پرسید پگاه تو را جواب میدهد. ندهد خوبتر است. جای میرفتگی ندارم کو. شفا یابی. سلامت باش. در اینجاست. بله از اومدگیت باز در همین جای ایستاده است. چه
خیلی چرا خواطر میشوی آخر؟ من فکر کردم یگان نزدیکت است. همه خراجات هایت رو به عهده‌اش گرفت. و تو خوبتر نگاه کنیم گفته با کیسه های همه بسیار چای پولی موند. براستی؟ براستی در پشت چونین یک شناسی داری. تو حالا هم میگویی که جای میرفتگی ندارم. اگر اینجا رو آدم بر این کار فرمایی در 2 سال چونان پول جمع میکنی که با 10 سال میرسد. باز کمی مال آوردن در کار. مال که زیاد شد مشتری هم زیاد میشود. بعد وسیع‌تر میکنیم. خانه پهلوگی رو میگیریم دادا. عجب این خانه کی باشد؟ مهم نیست. اپم رو میگویم و حل میکند. دادا این رو بینید؟ دفتر نصیحت؟ اوه چقدر خرجم شده است. السلام علیکم. آقای عبدی نیستن؟ و علیکم السلام. اکنون اینجا ما خوجاییم. ما شکر گرفتنی بودم. نام تو چی بود؟ عثمان سراجی. بین کنی دفتر سیاه را. عثمان سراجی هست؟ کدوم قرض؟ ماه گذشته دادم همش رو. یک بین کنی؟ سپاریده بدی یا که نسپاریده بدی؟ مایلش با فکرم نسپاریده بودم. نه با یادم اومد. دستانی نازک با کیسه. زیغ نشم. الف خوب، الف نغز. الف نغز و فاضل شرط ها بنده. زینب نیست. زینب میآید. فاضل چی گپ شد؟ چرا ترسیدی؟ از گنده ها نمیترسم فاضل. خنده نمک. شاکر چرا این خیل کردی؟ چی کردم معلم؟ چرا دروغ شاهدی کردی شاکر؟ من دیدگی هایم گفتم در صرف چیزی رو دیده باشم آن را. اما تو میدونی که در اصل این خیل نبود. بعضا فکر نکردگی ها رو هم گفتن لازم میشه. برای خودت نه. برای اویلاد میکنی آنها رو. با آنها نانی خوردنی یابم گفته. آنها تو رو ترساندن. این رو گفتن نمیتوانم یوسف. لازم بودگیش رو کردم. همین خیل گوییم. خیر چه علاج. سلامت باشی. اما یک کار دیگری کردنت لازم. برای اویلا هم میگویی که زینب رو با مکتب روان کن. مشکل باشد هم روان کن. شاید من میروم و دیگر کس میآید اما مکتب باقی است. مکتب همیشه آنجاست. زینب به مکتب رود شاکر. از او نترس. ضرر نمیدهد. از زینب دور استاد. تو نترس. فاضل چی کردنش رو میداند. دور استا از زینب دور استا. فاضل با دوشش بودگی رو اجرا کرد. تو هم کن. راه کنی؟ کنی فاضل بیا. ساکینه بسیار آهسته می جنبی. زودتر جنب. از کذبان اپر یادگیر کمتر. آچه چی میخواید از من آچه؟ قرجانی خوب شدنت را. لیکی من اولا پدری خوب شدن میخواهم آچه. پسرم را میخواهم. زنم را میخواهم. این طور باشد جایی که خواهی زنت را گیر و رفتن گیر.
ниятам ҳамин буд бе ин ҳам. аммо ҳамаи сурат ҳисоби бонкиамро маҳкам кардӣ. ягон тин гирифта натавонистам аз бонк. яъне ту дар ҳақиқат рафтанӣ будӣ? мерафтам ё ин ки намерафтам гап дар ин нест. масъала дар он аст ки пулҳоямро аз худ кардед. пули тую пули ман гуфтани чиз нест. хайр, ин хел бошад чаро ман аз бонк пул гирифта наметавонам? чунки ба ин сазовор нест яка. чиҳо мегӯӣ ту ахмақ? ин хел ахмақ пахмақ гуфта ба ман гап назанака. акнун ман оғои ту ҳам ҳастам. ақли ин кӯдакро ҳам аз сараш гирифтед оча. афсӯс, бисёр афсӯс. гапатро дониста занака. абдӣ, хато мекунӣ. дар назди хатогиҳои ту инҳо ҳеҷандака. бас кун ахмақ. مکوشم تو رو ابله. مرا کشتنی هستی ها؟ مرا کشتنی هستی ها؟ مکوشم تو رو ابله. مرا کشتنی هستی ها؟ مرا کشتنی هستی؟ خرجانی هستید از خرجانی هایت، از یک خون هستید برادرانید. تقال ما هر دو یردم کنید. یردم کنید. راست میگوید اوچه خرجانی ما خرجانیم. آنا آنا خرجانی. آبی مریم لعنت شود بر تو. به چه حال آوردی فرزندانم را؟ پسرم را از من دزدیدی، پسر جانم را از من دزدیدی. قرضت را سپار موسی اکا. اما من همه قرضا رو به آقای عبدی سپاریدم. آخر سپاریدم. اینو کیان میشناسی؟ این دفتر قرض است. این دفتر این خیلی نمیگوید، نداده است میگوید. دفتر دروغ نمیگوید کو. من اینو ویش را نمیدانم. قرضت را بیار موی سفید. باز چی گپ شد؟ کاره چی؟ چی گپ است میگویم؟ چی گپ شد موسی تاغا؟ موسی تاغا اگر حق باشد نترسید گپ زنید. اگر نه مرا در وضعیت ناگوار نمونید. از این پس کاری تو به این هم مشکل می شود. این دفتر قرضهای عبدی است. قرضها رو جمع میکند. بله، اما من کایها سپاریده بودم. ها، قرضهای سپاریدگی رو عبدی آقا از دفتر خط نزده است. این شغالهای کوهی باشند به باغ آمده شکار کردن میخواهند. دهانت را پوش ابله. شما دهانتون را پوشید تا که دیگر لقمه حرام از گلویتون نگذرد. مرحمت گیرید این را موسی آقا. اکنون رفته به حضل خانم سلام رسانید. در این دهه تنها قرجانی ها زندگی نمی کنن. ما هستیم. ما خلق دهه. کنی موسی آقا شما هم درون دروید. خدا راضی باشد بچم. حلال بود بر یوسف. کاری کرد که کسی نکرده بود. حضل خانم اگر اینها رو شنود دیوانه می شود. آفرین بر یوسف. کاری کرد که کسی نکرده بود. حلال بود بر یوسف. یوسف! 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 وای وای اپا آرام شوید. آرام شوید اپا. باز چی گفت یوسف؟ قرجانی ها به رفتارشان دقت کنند گفت.
اکنون این دهه پیشتره نیست میگویم. آه حشمت، آه تو زنده میبودی همین خیل میشد مگر؟ خلیل این خیل از حد نمیگذراند. یوسفی قاتل این خیل مغرورانه گپ نمیزد. دهاتی ها این خیل جسارت پیدا کرده میتوانیستن مگر؟ اما بس است، رحمدلی بس. از این پس دیگر ملایم نمیشویم. دهاتی ها کی بودنشان را میفهمند. رفته خبر دهید تا سحر در میدان جمع شوند. صاحب اصلی این ده کیست من نشان میدهم با آنها. باز هر کسی که به میدان می آید بخشیده می شود. عبدی تو خودت را تیار کن بچه. پگاه روزی تو فهمیدی. این سحر در اینجا جمع شده اید چون که امروز آغاز روزی نو است. امروز در اینجا به قرجانی ها و به آقای نوی آنها عبد آقا جانبداری کردگی ها صاحب حقیقی این دهند. البته در این ده براحت زندگی کردن حق صاحبان این ده است، لیکن باز امروز در اینجا در ده زندگی کرده دعوت ما را نپذیرفتگی ها که ها بودنش معلوم شد. کسی که امروز در اینجا نیست یگانگی و متحدی ده را نمیخواستگی هایند. کسی که امروز در اینجا نیست این ده را دوست نمیدارند. آنها از ما نیستند. آمدگی ها باشند بخشیده شده. از امروز اعتبارا کسی که به اینجا آمد نصف قرضهایش خط زده می شود. این از عبد آقا برایتان ارمغان است. مبارک شود، مبارک شود. قرض و خط زده شده ندیدید؟ ببوسم آقا. کنی چی شده اید؟ بیایید. کاش در اینجا خلیل جانم هم می بود. اما شکری زیاد شیر بر این یک پسری دیگر دارم. نقاپیدی زینب نیست. صبح بخیر. کنی به درس دروید؟ زینب نیست. صبح بخیر فوزیل. زینب نیست. زینب نیست. صبح بخیر. زینب ناومد؟ با پدرش گپ زدیم که؟ زینب اومد. زینب اومد. صبح بخیر زینب. صبح بخیر زینب. نرس رسیدم. کنی اکنون درون درویم و درسمون رو سر کنیم. صحبتون بخیر جنابم. ما نیز به درس شروع کردنی بودیم. مرحمت. افسوس که سر کردن نمیتوانید. چرا؟ دیروز سحر من رفته عریضه مقابلی هم رو داده بودم. مثلا هم همین است سفیر. عریضه مقابلیتون رد کرده شد. به یک مدت از درس سبکدوش کرده شدنتون امر شده است. قرار لازمی در اینجاست. لطفاً خونده امضا کنید.
عبدی میفهمم نواغور شده ای اکنون آدم پرقوتر این جایها توی اما به من فرقی ندارد فهمیدی؟ پیش یوسف؟ کاری تو چی؟ با سر یوسف بالا آوردی الیف از دست لقمه نانش را کشیده گرفتی. چی گفتن میخواهی؟ آشکارا گپ زن. مفتش چی شد؟ چیزی نیست فاضل. کنی تو رو کمتر دورتر ایستو. من این قرار رو فهمیده نمیتوانم. حقی اعتراض بیان کنی دارید لیکن کار بر ضد شما بازم کلانتر میشود چون که تفتیشات میبرند. آخر کودکا چی میشوند اگر اینجا محکم شود؟ کلیدها را دهید. تا مدتی کوتاه به جای شما دیگر معلم تعیین میشود و آن وقت کودکا باز به همان مکتب کونه میروند. التماس اکنون امضا کنید. برای بچه تستر معلم چی شده ایستادن؟ امروز استراحت کنید بچه ها. پگاه باشد به مکتب پیشترهتان میروید. سببش در چیست معلم؟ اگر میدانستم زرین جان اگر میدانستم کنی شما به خانهتون روید. وای روز در مکتب درس داده ای. حالا اون که تو معلمه نیستی. عبدی بس کنی تصویرت رو گپ زن. یوسف از روی همین با جوابگری کشیده شد. امروز و پگاه از معلمی هم سبکدوش میکنندش. یعنی یک آدمی کارناشایان شده میموند. وای در دهنی دیوونه دختره. فاضل چی شد؟ رفتن امه رفت زینب رفت یوسف رفت مکتب چه خیلی یعنی مکتب نیست فاضل؟ مکتب نیست در مکتب نیست مکتب یوسف رفت زینب رفت زینب نیست به همش من گناه کنم از پشت من شد. مکتب نیست آخیر مکتب نیست آخیر نیست مکتب روز به روز مشکلتر شده ایستاده است سعید بابا. بسیار غم میدهم. بسیار نغز میکنند. اینقدر زحمت نکشی مزه خدمتات رو چخیل میفهمی بچم. همه کار همیشه خوب میرفت در زندگی معنا نمیموند. همین خیلی خود را تکمیل داده نمیتوانستی. محض الله همه روزهایت یک خیل بگذشت. همین خیلی سعید بابا میگویند که یک آمد بالای هم میآید. حزل خانم باز از پای زوریگری دو پوله شده است. دهاتی ها را آزار میدهد. گویا مرا جزا داده ایستاده است اما عذابش را کودک ها میکشند. احوال اپا هم معلوم. تو یک کار را صرف نظر کردی، با آهنگ دلت گوش ندادی. همش را یک طرف مانیم. با آنی که صاحب قلبی توست عیب نیست؟ نمیدانم سعید بابا.
سرم گرم شده است. احوال دهگی ها معلوم. بچه ها به مکتب موندن. باز اپام در پیش چشمم مثل شام آب شده می رود. یعنی تمام درد دنیا به سری تو آمده میخیل. بغیر از تو دیگران درد ندارند. استغفرالله سید بابا، این خیل گفتنی نبودم. این طور باشد بدون که هر مشکلی رو آسانیه هست گفتن. دعا کن و دردها چاره بیندیش. از نزدیکترینش سر کن. افسوس خوردن بلای بدترین می باشد یوسف. تو دعا کن. الله البته یگان راه نشان میده انشاءالله. سلام علیکم یوسف. و علیکم السلام. و علیکم سلام خلیل. اجازت باشد کمی گپ زنیم. در ده باز کارهای عجایب شده ایستاده است. در نظر بسیار عیب دارم. استغفرالله خلیل، این چه خیل گپ؟ مرحمت. سلام علیکم. و علیکم السلام. تاغا ممکن است هم اینجا شینیم؟ شما به این طرف گذارید. اینجا بند است، ندیده ایستادید. چی ما کوره مگر؟ ندونم. و میز آدمدار نشسته ایستادید کو؟ بسیار گرم نزن ابله. رو 2 پیاله چای گرفته بیار زودتر. شاید حالا با من باور نمیکنی، لیکن من خلیلی پیشتره نیستم یوسف. من قدر عائله‌ام را فهمیدم. عمرم را بسیار یاد کردم. مریم باشد. یگان لحظه نیست که مریم را فکر نکرده باشم. چایهایتون تیار جنابم. اما تو همه را فهم خلیل. اپام روزهای مشکل گذراند. در خانه شما همیشه بدبخت بود. حاضر اکنون یک و یک باره. نه من در حال یک جویا شویم نمیگویم. تو هم راست میگویی. کمی وقت لازم و صمیمیتم باور کردنت لازم. یگانه خواهشم تنها مریم را کمی دیدن است. هیچ نباشد 1 ساعت. التماس. می شود، اما زیر نظارت من. این خیل باشد اجازت دهی همین شب واخوریم. این مسئله قرض جمع کنی خوب نشد دادا. بسیار قرض نوشته شده بود در دفتر. تو پروا نکن علی. حالت کارش را میداند. یگان نقشه داشتگی است. در سر من هم یک نقشه است دادا. ساکنه دادا. به من مناسب نیست مگر؟ می شود. ساکنه هم می شود. لیکن کمی وقت لازم. نه دادا، چه خیل وقت. بچون این دختر خواستگار بسیار میبروید. با فکرم وقت گم نکرده با خالم گپ زنیم و ساکنه رو گیریم دادا. نمیشود دادا. ابله سوزاندی مرا. ای دقت کنی نمیشود چلفت. من چی احتیاط کنم؟ و احتیاط کند. او خطا کردگی. حاضر به تو نشان میده. جمو خیلی جمو خوب هستی جمو؟ تمام خوبم من. به خدا نمیدونم چیکار داشت شکریه. فقط در بیمارخانه این سو اون سو قدم میزد. خدای توبه. یعنی در باره من یگون چیز فهمیدنی میشد خبر میداد. او این خیل باشد او در بیمارخانه چیکار میکنه؟ باز فکری بد نکنی. از روزی که امینه از ده رفت رئیسم هر روز به نوحیه میرفتگی شده است. یردگل اپا، از برای خدا شما دیگر کاری ندارید؟ آخر سری خاله هم رو گرنگ میکنید. دوست میگوید تبرور. چی دیدگیم رو ندیدم گویم؟ هر یک دیدگیت رو به هر کس نقل میکنید یردگل اپا؟ اوه، یک چیز گفتیم و در بلا موندیم. خاله آرام شوید.
من یگون کار نکردم پلیسکا. به خدا قسم یگون چیز نکردم. خواهر جان نترس. نکرده باشی نکردم گویی. چیزی که تو گویی همان رو می‌نویسم. از بالویم شکایت کردگی دختری خاله‌ام است. شوهرم که مرد تنها موندم. یگانه چاره‌ام به خانه آنها رفتن بود. اما او فکر کرد که شوهرشون بگیرم. من چی کار میکنم؟ اکنون پلیسکا چی کار میکنم؟ پلیسکا من گفتنی بودم که نسرین خانم شکایتش را میگرفته است. خبردار کنم گفتم. همین خیلی؟ بله پول تیلاواری هایی که دزدیده شده بود گفت که من خودم با او دادم. تمام حل شد. آنه خودش هم آمد. گوش کنید خانم گفتگویش راست است؟ بله درست گرفتم. من دیگر دعواگر نیستم. خوب این طور باشد کاری من هم تمام. سلامت باشید. تشکر. به سرت بسیار مشکلی آوردم اما خوب می نمایی ماشاءالله. دکتر میگوید جای میرفتگیت باشد جوابت میدهد. نترس امینه از من نترس. عجایب گپ زدید اپا. دهاتی ها خوب ترسیده موندن. به خود آمدن. ما در هر موضوع از دستمان آمدگیش را کردیم. اکنون باقی ماندهش در دست عبدی آقا می باشد. اولش خدا عبدی این کارو میبرد اپا. بسیار زیبید به این آقاگی بسیار میبرد بردنش لازم. همه امید پرجانی ها در دست اوست. مرحمت ازم مادر. تشکر دخترم. اپا مادامی که ما هم یه شلپینری شدیم پس با دوست و دشمن اعلان کنیم. کنی گپ زن تو چی درده داری؟ نه در نیست شکر خدا هرگز. علی اکنون کلان شده است اپا. آیله‌دار شدن میخواهد. او تو بچه در دیه به او یگون موافقش رو یافته؟ ها یافته. حتی با ما بسیار نزدیک. چی گفتی اپا؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ کاری تو چی؟ ای خدا. راز گفتی یوسف؟ ما رو نزد خلیل میبری؟ بله اپا. اپا چی دروغ گویم؟ با گفته های خلیل باور کردم. خلیل حیاتی نو ساختن میخواهد. لازم آید به مقابل هزل خانم نیز میخسته است. خدا جان هزاران بار شکر به تو. دیدی دخترم بیم صبر کردی برد کردی دخترم. آچه چی شد؟ نزد پدرت میرویم بچه. کنی بیا تیار شویم. بیشی دادا جونم ملنج نه. کنی زودتر. انشاءالله این کار به خوبی می انجامد. مریم هم یک روزی نیک میبینم. انشاءالله بچه انشاءالله. تمام جمع خاله هم میشنود. بیا به اینجا شین بیا. آخر بسیار درد میکنه دپا. این را پیش از قهرمانی نشان دادنت فکر میکردی. اما ناز کردم اپا. بندت دپا بندت شاید گذرد. ساکنه مرا این خیل نبیند. توب خور کنی
آیسته اپا درد میکنم. برای ساکینه کردم. من برای او همه کارو میکنم اپا. میبینم بسیار در هیجانی جیمو. یا من ساکینه رو دوست میدارم اپا. برای او همه کارو میکنم اپا. جیمو احوالم رو از همه بهتر تو میفهمی. چی شد اپا؟ از سوی خویش خوردکه که دارم جیمو. به نزد یوسف میروی؟ مایلش اپا حاضر میروم. همه خیلی میروم. یکی ساکینه مرا بیند چی؟ نغز رفته بیایید بچه جون. تا پیش دادم میروم. بله عمر جون. یوسف اکا چی شد با تو؟ یک مسئله شخصی. موند مرا یک گپ بسیار مهم دارم. یوسف اکا الیفا پام با شما واخوردن میخواهد. التماس یوسف اکا بسیار مهم همین شب. شرط است که همین شب. از این بیشتر دیر نشد بوده است. همین خیلی گفتن در نزد دره. شما میدونستید به این هم 1 ساعت پس. بچه بچه جانم. یاد کردم. مریم چی شد؟ تمام تو رو انتظار میشوند. یزمم اومده پرسد در خونه زهرو هم میگویی. مایلش تو پرو نکن. مریم تو رو بسیار یاد کردم. دیگر تو رو عصر تنها نمیگذارم. خوبو هزل خانم چی میگوید با این کار؟ مانو چمرو من همه چیز رو آماده ساختم. یک جای حیاتی نو میسازیم. دادا التماس نروید دیگر. شما هم با ما بیایید. در خانه یوسف داغا هم یک جای میشتیم. شما رو آنقدر یاد میکنم بچم. لازم باشد میآیم. خدا جان تو پاگو گذرد. التماس ساکنه نبیند مرا این خیل. جیمو بچم چی گپ زده ایستاده خود به خود پچیر میکنی؟ بیا اینجا یک بار رویت رو بینم. از دین باز گریخته گشته ای. کار دارم اوچه دسترخوان رو جمع میکنم. شام بخیر. با همه سلام. خوش آمدی. جیما بچم سلامتی ها چی خیل؟ من که خوبم دادا. چی گپ شد؟ یک مهمان دارم بچم. بیایو پیشواز گیرو را. خوش آمدی. بیا گذر. بیا کنی درا.
Eyvah. چی گپ شد دادا؟ امینه اپا چرا اومد؟ چون که اکنون در اینجا با ما میماند. چی ها میگوید شما دادا؟ مریم، حاضر به تو یک چیز میگویم. گپ زن خلیل. امشب از اینجا میرویم. چی؟ اما یوسف؟ من با او گپ زدم. او میداند همش را. حاضر شما همینجا ایستید. من از درون چیزهایم را گرفتم میارم. خلیل راست میگویی؟ یوسف با من یگان چیز نگفت آخر؟ به من باور نمیکنی مگر؟ Dolu dizgin akan sular durulacak, bekle de gör, bekle de gör. Karşı duran fırtınalar yorulacak, bekle de gör. Karşı duran fırtınalar yorulacak, bekle de gör. Pervane aşıklar, sönmeyen ışıklar karanlığı boğacak. Gidenle gitmedi, umutlar bitmedi, bir gün güneş doğacak. Pervane aşıklar, sönmeyen ışıklar karanlığı boğacak. Gidenle gitmedi, umutlar bitmedi, bir gün güneş doğacak.